بیایم با همدیگه راز داشتن یه اتاق خواب لوکس رو بهتون بگم. خب اینجا که میبینین یه اتاق خواب همه چی تمامه. از این لحاظ میگم همه چی تمام که شما توی این فضا هر چیزی که کاربرتون احتیاج داشته باشه رو براش ما فراهم کردیم. یه تخت کینگ سایز براشون طراحی کردیم و اجرا کردیم. یه میز آرایشی که با توجه به فضایی که داشتن براشون و خواسته‌ای که داشتن و طبق عکس ژورنالی که داشتن براشون اجرا کردیم. و این هم که ملاحظه می‌فرمایید در واقع جاهوله‌ایشون هستش که با توجه به کمبود فضایی که داشتن ما این در واقع آیتم ها رو توی اتاقشون اضافه کردیم. همونجور که می‌بینین سمت چپ و راست تخت عسلیا رو ما کار گذاشتیم و بالاشون هم لایتینگ های زیبامون رو گذاشتیم. تم اتاق خواب ما کاملا از رنگ نود استفاده شده. لطفاً حتما دیتیل های پرده رو نشون بدین که فوق العاده هم ظریف کار شده هم دیتیل های قشنگی داره. سلام به همگی، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. داشتن کنج دلنشین یکی از واجبات همه پروژه‌های ما هستش. پس شما رو دعوت می‌کنم که این قسمت جذاب از این پروژه‌مون رو ملاحظه بفرمایید. همونجور که می‌بینی ما اینجا رو با 2 تا مبل دیزاینش کردیم. 2 تا براش استند طراحی کردیم که بتونن اکسسوری‌های لوکسشون رو اینجا قرار بدن. امیدوارم لذت برده باشین. سلام، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. این جایی که ملاحظه می‌فرمایید اتاق دختر 4 ساله است که تمی رو که خودش انتخاب کرده رنگ توسی با صورتی هستش. همونجور که ملاحظه می‌کنیم ما قبلا توی این فضا تخت خواب کودک رو توی این قسمت یعنی زیر پنجره داشتیم و به شدت توی این اتاق کمبود فضا داشتن چون فوق‌العاده وسایلشون زیاد بود. بنابراین با توجه به نیاز کارفرمامون ما پیشنهاد کردیم که این کمدها رو به صورت ال اینجا قرار بدیم و جا هم برای فضای در واقع عروسکاشون کنار تختشون قرار بدیم. این قسمت هم شد میز تحریر و میز آرایشش. چون اینجا به شدت کوچیک بود تصمیم گرفتیم که این دوتا رو با همدیگه ترکیب کنیم. امیدوارم دوست داشته باشین. داشتن یک کلازت مناسب توی هر خونه‌ای از واجبات. میام بهتون بگم که چرا از واجباته. شما اگر فضای مناسبی ندارید و فضایی رو ندارین که وسیله هاتون رو قشنگ سازماندهی کنین، حتما باید از یه سری اکسسوری‌های تو قسمت‌های بعدی ویدیو حتما بهتون توضیح میدم. اینجا یک کلازتی هستش که ما به سبک نئوکلاسیک دیزاین کردیم. درهاش رو پولیش استفاده کردیم و با شیشه‌های آینه‌ای ترکیبش کردیم. همونجور که می‌بینید این کلازت در واقع فضایی شده برای خانم و آقا. تقسیم بندیش به این صورته که شما این قسمت میشه برای کیف و کفشاشون که چیدمان میکنن برای قسمت خانم ها. این قسمت هم که ملاحظه میفرمایید فضایی رو براشون قرار دادیم که شلوارهاشون، تمام اکسسوری هاشون و هر آنچه که نیاز دارن همه به صورت کامل اینجا براشون ارگانایز شده. این قسمت هم برای آقا طراحی شده که جا برای کراوات ها، جا برای کمربند هاشون، ساعتشون، دستبندشون و دکمه سردستاشون همه اینا براشون تعبیه شده. امیدوارم که این فضا رو کلی دوست داشته باشین.